بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دکتر روحانی، تمام مقامات اشتراک کننده، سفرای محترم، اعضای سکتور خصوصی، ملت بزرگ ایران، ملت عظیم افغانستان، تجدید سلام و احترام. روز تاریخی است. همه ما به اساس اراده مشترک، به منافع مشترک، ثبات و هماهنگی انشالله تعالی خواهد رسیدیم. افتتاح پروژه تاریخی و حیاتی را به هر دو ملت و به زعامت هر دو ملت تبریک میگویم. خواهرها و برادران، خط آهن مؤثرترین، مفیدترین و ارزانترین طریقه انتقال و ترانسپورت در قاره آسیا است. انقلاب ترانسپورت قرن 19 در اروپا و امریکا اساس صنعتی شدن و انکشاف دوامدار این قاره ها را فراهم ساخت. سال 1869 میلادی در تاریخ ترانسپورت جایگاه ویژه دارد. در این سال شبکه‌های خط آهن شرق و غرب امریکا با هم وصل شدند و بر عظم اقتصادی امریکا را به وجود آورد. کانال سوئیس هم در عین سال افتتاح شد. یکی از عوامل عمده دور اول جهانی شدن تجارت، صنعت و سرمایه‌گذاری بزرگ، پیشرفت در عرصه ترانسپورت به ویژه خط آهن است. تعریف مکان و زمان تغییر کرد. انگلستان تنها 40 وقت مختلف داشت. خط آهن بود که تقسیم اوقات به وجود آورد و ساعت رایج ساخت. تا سال 1929 میلادی به ارزش 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در جهان بالای خطوط خط آهن صورت گرفته بود که بی سابقه بود. افغانستان با داشتن موقعیت ویژه در قلب آسیا همواره در دیدگاه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای این پیشرفت‌ها مورد توجه بوده است. در سال 1875 میلادی فردیناند لسپس، شخص که کانال سوئیس را طراحی و عملی کرد، پروژه خط آهن را که موسوم به برلین تا بمبئی بود از راه افغانستان طرح‌ریزی کرده بود و تمام امکانات از این سنجیده شده بود. اما زمامدار وقت افغانستان خط آهن را یک دیدگاه استعماری تلقی کرد و با آن مخالفت نمود. با وجود تلاش‌های متعدد در زمان اعلیحضرت امان الله خان و ریاست جمهوری شهید داود خان، افغانستان از انقلاب ترانسپورتی مرتبط به خط آهن به دور ماند. در قرن 21 دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چندین کنفرانس بین‌المللی، به ویژه در کنفرانس برلین در سال 2004، اهمیت خط آهن را برای آینده اقتصادی افغانستان و منطقه مطرح نمود. جمهوری اسلامی ایران اولین و یگانه کشوری بود که از این طرح استقبال کرد. تمام کشورهای دیگر میگفتند که افغانستان پر از سنگ است، آینده اقتصادی نداره. از اقدام تاریخی و تصمیم تاریخی جمهوری اسلامی ایران مردم افغانستان همیشه یادآوری خواهند کرد. در سال 1385 هجری شمسی تفاهم نامه احداث خط آهن خاف هرات میان افغانستان و ایران به اساس هدایت جلالتمآب حامد کرزی به امضا رسید و کار ساخت آن در سال 1386 عملاً آغاز گردید. امروز جای مسرت و خوشبختی است که با حضور جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی ایران و اراکین بلند رتبه هر دو دولت بهره برداری این پروژه مهم و حیاتی را آغاز می‌نماییم. به هر دو ملت مبارک باد و سکتور خصوصی هر دو ملت خاصاً
برشان تبریکی. به اساس تخمینی که محترم خادمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند، در حدود 6 میلیون تن بار در مسیر خافرات از این شبکه انتقال خواهد. جا دارد که از دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنان جمهوری هند برای ایجاد دهلیز اقتصادی چابهار که جناب رئیس جمهور ذکر کردن ابراز امتنان کنیم. او روز واقعا یک روز تاریخی بود و چابهار به یکی از بنادر عمده ما مبدل شده. خوشبختانه این دهلیز از تعزیرات جهانی به منظور تقویت و توسعه اقتصادی افغانستان استثناء قرار داده شده است. از تمام دست اندرکاران شرکت‌ها و مسئولین دولتی هر دو کشور، به ویژه اداره خط آهن جمهوری اسلامی افغانستان و ایران و آنانی که در این پروژه کار و تلاش کردند سپاسگزاری می‌نماییم. همچنان از کشور دوست ایتالیا که در تمویل بخش 4 این پروژه دولت افغانستان را همکاری می‌نماید تشکر می‌کنیم. افتتاح این پروژه در حال صورت می‌گیرد که قاره آسیا شاهد یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی جهان است. آسیا به حیث یک مفکوره فرهنگی و سیاسی مهد تمدن و ارتباطات وسیع چندین هزار ساله را در خود پرورش داده است. اما از نگاه اقتصادی تحول را که قاره‌های اروپا و امریکا در قرن 19 و شروع قرن 20 شاهد بودند، اکنون آسیا در قرن 21 با یک مقیاس بزرگ در حال عملی کردن است. در اینجا میخواهم به ارقام اشاره کنم که سرمایه‌گذاری آسیا را در زیربناها برجسته می‌سازد. بین سالهای 2007 تا 2015 قاره آسیا 50% سرمایه‌گذاری جهانی را در سکتورهای انرژی، شاهراها، مخابرات، خط آهن، آب، توسعه بنادر و میدانهای هوایی انجام داده است که سهم جمهوری مردم چین در این نوع 50% سرمایه‌گذاری بوده است. اخیراً به اساس تخمین آکسفورد اکونومیکس بین سالهای 2016 تا 2040 17 کشور آسیایی به تنهایی 48.4 تریلیون دلار را در سکتورهای متذکره سرمایه‌گذاری خواهند کرد. همچنان در این تخمین آمده است که آسیا تنها قاره است که بین مقدار سرمایه‌گذاری مورد ضرورت، نیازمندی‌ها و امکانات موجوده کمترین فاصله را دارد. یکی از نتایج عمده این سرمایه‌گذاری ها این است که در دهه گذشته ما شاهد گسترش بی‌سابقه تجارت در آسیا بودیم. امروز تجارت بین ممالک آسیایی از تجارت بین ممالک آسیایی و سایر قاره‌ها زیادتر است و به سرعت در حال انکشاف است. بانک انکشاف آسیایی بررسی معتبر را با در نظر داشت ظرفیت‌های عظیم سرمایه‌گذاری بالای خطوط آهن کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقوی آسیای میانه برای سالهای 2017 و تا 2050 انجام داده است. این کشورها به شمول افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، منگولیا، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شامل این بررسی می باشد. 4 دهلیز اقتصادی در این مطالعه بررسی شده است که طول مجموعی آن به 12,785 کیلومتر می رسد. با در نظر داشت این که یک قسمت این خطوط وجود دارد برای بهبود خطوط موجوده نزدیک و سرمایه‌گذاری سر خطوط جدید به حدود 30 میلیارد دلار 30 میلیارد و 160 میلیون دلار ضرورت است. افغانستان به اساس این مطالعه باید حداقل 2440 کیلومتر خط آهن را اعمار کند که تخمین ابتدایی برای اعمار 1295 کیلومتر آن در حدود 2 میلیارد و 255 میلیون دلار میرسد. خوشبختانه ما نه تنها شاهد اعمار خط آهن خاف هرات هستیم
بلکه در چند سال اخیر خط آهن حیرتان مزار شریف تکمیل گردیده، خط آهن آقینه انخوی در حال تکمیل شدن است. خط آهن ترغندی هرات به زودی مطالعاتش تکمیل و احداث شروع خواهد شد. طویل ترین خط آهن که زیر پیشنهاد است به طول 1000 کیلومتر شیرخان بندر، قندوز، مزار شریف و هرات را با هم وصل کند. همچنین 620 کیلومتر هرات را به قندار از راه هلمند و فرا وصل خواهد کرد. خط آهن قندوز، بغلان، بامیان، پروان و کابل که در حدود 400 کیلومتر است و خط آهن قندهار بولدک و بعد از او قندار کابل و کابل تورخم همه زیر کار است، زیر پلان گذاری است. این بخش بزرگ از دهلیزهای اقتصادی و تجارتی است که تأکید به وصل شبکه‌های کارک، سازمان‌های همکاری اقتصادی منطقوی آسیای میانه و با شبکه‌های موجود و در حال انکشاف خطوط ایران است. دو از این 4 کوریدور با ایران وصل میشه و پیشرفت ایران که سالانه با وجود تحریماتی که وجود داشته نهایت چشمگیر است و به جناب رئیس جمهور ایران و اداره محترم خط آهن ایران و وزارت کارشان تبریکی میدیم. قبل از فاجعه کووید 19 کارهای جدی برای تمویل و هماهنگی منطقوی به منظور طرح و اعمار این پروژه ها جریان داشت، اما متاسفانه تأثیرات منفی کووید 19 ایجاب میکند که به یک دید نو به این پروژه ها باید نگریسته شود. در عین حال درک فعلی متخصصین اقتصادی این است که قاره آسیا در دهه آینده به احتمال قوی محرک عمده رشد جهانی بعد از کووید خواهد بود. بعد از 300 سال آسیا متحرکترین قاره دنیاست. تمام کشورهای منطقه ضرورت آن را دارند که با یک دیدگاه مشترک از یک طرف و از طرف دیگر با یک اقدام هماهنگ برای تجهیز، تمویل، اعمار و مدیریت همه پروژه ها به منظور استفاده بهینه با هم همکاری کنند. وضعیت جغرافیایی افغانستان شرایط مساعد جهش بزرگ اقتصادی را در خود دارد. اقلیم ما ظرفیت تولید انرژی قابل تجدید 220,000 مگاوات از برق، 70,000 مگاوات از باد و حداقل 25,000 مگاوات از آب را دارد. با برنامه هایی که ما روی دست داریم انشالله افغانستان به یکی از مراکز عمده تولید انرژی پایدار و صادرات انرژی پایدار مبدل خواهد شد. در عین حال پروژه های بزرگ منطقوی مانند کاسا 1000، تاپی و تب از پروژه های بزرگ اقتصادی منطقوی به شمار میرد. افغانستان به یک مرکز هماهنگی منطقوی انرژی انشالله مبدل خواهد شد. تخمین ابتدایی ثروت معادن و منرال های ما در حدود 1 تریلیون دلار است. دیدگاهی که ما تعقیب میکنیم این است که افغانستان دوباره موقعیت مرکزی خود را در راههای ابریشم، لاجورد و راههای دیگر اتصال بین آسیای جنوبی، آسیای غربی، آسیای مرکزی و شرقی احیا خواهد نمود. از این جهت افغانستان خواهان این است که در انجام توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و مناسبات اقتصادی میان دولت‌ها از اعتبار قوی برخوردار باشد و در آن دولت‌ها و سرمایه‌گذاران با اعتماد کامل و غیر سیاسی بودن اقتصاد در منطقه با طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. سیاست ما باید قابل اعتبار و قابل پیشبینی باشه و پالیسی های ما باید مورد اعتماد باشه. بخش عمده از دیدگاه آینده ما استوار بر دوستی دوامدار با همه کشورهای منطقه و جهان است.
امروز به همه مردم افغانستان و ایران افتتاح این پروژه را تبریک میگویم. گام بزرگ و قسمی که جناب روحانی صاحب ذکر کردن، یک روز تاریخی است که در خاطر تاریخی ملت‌های ما جایگاه دوامدار خود داشت. این روز نتیجه سعی و تلاش سالها است. سکتور خصوصی هر دو کشور در نتیجه همکاری به مرحله بهره برداری این پروژه رسیدند. به هموطنان ایراتی خود خاصتا تبریک میگویم که طرح‌های بزرگ همکاری‌های منطقوی برای احیای جایگاه هرات و افغانستان در 6 سال گذشته که بنیاد گذاشته شده بود، یکی بعد دیگر عملی می‌گردد. امسال ما شاهد کار بنیادی پروژه تپی و کوریدور تپی در هرات و افغانستان خواهد بودیم. از جناب رئیس جمهوری اسلامی ایران و سایر مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی ایران و مقامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خاصتا آقای اما شمس و همکارانشان سپاسگزاری میکنم. بر روح پاک تمام شهدایی که قربانی دادن تا این روز تاریخی را ممکن بسازن اتحاف دعا میکنم. بر زخمیایشان شفای عاجل میخواهم و باز هم هر دو ملت از خاطر ازی که مکان و زمان با این پروژه و از راه گذاشتن آهن بر روی خاک و سنگ سرنوشت هر دو کشور با هم بسته کردیم و اساس همکاری آینده را گذاشتیم. تبریک میگم. موفقیت هر دو ملت و هر دو دولت خواهان هستم. روزتان بخیر، مبارک باشه.